عبدالحی صلاحت پایین که بیادر. اگر میخواستم تو را بکشم میکشتمت. بیادر سر من فشار نیار. صلاحت پایین کو. اما کسایی که به دولت کار میکنن نمیکشمشان. بیادر تو هم بیادرت کشته نمیتونی. صلاحت پایین کو. چه قسم اینجا را پیدا کردی؟ مرا تعقیب کردی؟ میفهم که آقا اصلا تو را به خاطر محافظت از من روان کرده. بیادر فکر ما مخشوش نساز. صلاحت پایین کو. عبدالحی اصلا ما خراب نکو. اگه میخواستم تو را بکشم وقت میکشتم. ما هیچ دقیقه مرگ نیستم. میفهمم برای ما مهم نیست. دیگه کار داریم. نام اصلی تو چی است؟ قسم یاد کردیم ایره با کسی که نکشمش هیچ وقت نمیگم. پس بکش عبدالحی. کسی که تو را قسم داده بود مرد. چرا کشتیش؟ ما کشتیمش؟ پس چرا منتظر هستی؟ شلیکو. قانون اول کاری که باید سپرده شده انجامش بده. قانون دوم در وقت انجام دادنش تردید نکن. قانون سوم وقتی که تردید داشتی از دست میتیش. قانون چهارم کسی کار از دست میته موفق نمی باشه. شلیکو عبدالحی. نه قانون است و نه اصول. چرا اینجا آمدی؟ آمدم ببینم از تو که دیگه چیز با ارزش مانده یا نه. تو کی هستی؟ کاش که بفهمم. نفر آخر من خبر شدم. حتی بعد از تو. کاکا مرد. من زنده هستم. هیچ قسم کار است. اصلا اکبای کی کشت؟ تحقیق میکنیم آقا. نتیجه؟ بخشای هستن که یاد سر بدوش گرفتن، اما ما تا حالا به کدام نتیجه نرسیدیم آقا. با این گپایت مرا گیج نساز. واضح گپ بزن. محترم
آقا اصلا شما میشناختین. اونا هیچ وقت کدام کار خود با ما شریک نمیساخت و شما میفهمین که بعض وقتا اختلاف نظر داشتین. کسی که هیچ محافظ نداشت و از خود محافظت نمیکرد، با قزودی چطور معلوم کردن میتونیم که او را کی کشته؟ ایره باید بفهمید که استخبارات بعد از واقع شدن حادثه فهمیدن. مخاطب سوالتان امنیت است، ما نیستیم آقا. من سوال نمیکنم، بازجویی میکنم. چرا درباره اصلان اکبای از ما تحقیق میکنین؟ از تشکیلات محافظت عامه بپرسین. نوبت وام میرسه. اول مشکلاتی که بین خود ما سو رو حل کنیم. کسی که مشکل ایجاد میکرد مرد آقا دوگو. گوش که چی میگم؟ راست بگو. شما کشتینیش؟ نه خیر. حالا دیگه با ممانعت ها مواجه شدیم. موضوع فعلی ما یک بحران است. قدرتی که ما را به این روزها رسانده میتونه که ما را دوباره از این بحران نجات بده. در مقابل ما کیها هستند؟ دولت، روسا و امریکایی هایی که دیگه نمیخواهند پیشرفت کنیم. جبهه را بزرگ ساختیم آقایان. میخواین که دوباره کوچک بسازینش؟ نه خیر، ممانعت های کوچک از بین میبریم. اول متحد بودن خود حفظ میکنیم و بعدا قدرت خود اضافه میسازیم. از او خاطر زیا و خسرو هم مثل قبل باید با ما هم دست باشن. خب اگر خود دور کنن؟ هیچ کس خود دور نمیکنه، اما بعضی خلاهایی است که باید پر شود. 2 نفر است که میخوایم در شورا ببینمشان. یکیش ندیم مالک، دومش هم تونجای کانترجی. اینا بیازوده بین خود ماستن، غیر از اینا بگویید. اسمت پاشا با کسایی که سوال میکردن وقتی که استانبول است چرا انقره را پایتخت ساختی؟ گفت کسایی که امرایت هستن اگر برشان چیز نتی باز چرا امرایت باشن؟ شما ای را زمانت کده میتونین که تونجای و تار فروش خود با روسانه مفروشن؟ هر دویشان پیسه دوست هستن. روس حتما میخواین انتقام ایوانوف بگیرن. از کی؟ از ما. فکر نمیکنم که اونا بخواین از تارفروش و از تونجای کمک بگیرن. گپا دور خورده و بازم سر نجمی میایه. تو گپا میاری قلیج. ما او را فراموش کردیم. وقت میخوایی از پولاد علمدار استفاده کنی باز چرا در شورای خود نمیگیریش؟ با ما ماشکار است، آتش نه. چیزی با فکر کردن نیست. پاکتا باز کنیم. ما باید خوب فکر کنیم حکمت بچه. عمر بابا، حکمت بیادر راست میگه. وقتی که این پاکت پیش ما آمده حتما ما هم در خطر هستیم. کم از کم خوب بفهمیم که در چه قسم خطر مواجه میشیم. نمیفهم میرا چرا همیشه ما را تعقیب میکنن. آقا عمر اگر امکان داشته باشه پیش پلیس بریم. من خو میگم با دادستان زنگ بزنیم. چطور جانم؟ من خو نمیگم که بخوانیم و دور بندازیمش. بخوانیمش بعد از او با نشانی کاکا اصلان روانش کنیم. پیش دادستان بریم، پیش پلیس بریم، باز یک تصمیم میگیریم. انتظار داری دی پاکت چی باشه که به دردت بخوره؟ عمر بابا، این کاکا اصلان است. کاکا اصلان خود ما، کسی که تاریخ با ما یاد داد. یک روز پیش از مرگش میاد پیش تو و برتی پاکت میته که مرا چیز شد، بعدن کشته میشه. تو انتظار داری که دی پاکت چی باشه؟ باید بگویم. انتظار دارم که نوشته باشه قاتل مکی است. علی گم میشه. کاکا اصلانه میکشن و فقط یک پاکت مونده. اگه این پاکت به علی باشه چطور؟ تو به خدایا. جانان خواهر تو بسیار هوشیار هستی. تو یک چیز بگو. گفتی که پولاد میایه؟ تلفنش خاموش است، جواب نمیده.
حتما کدام کار داره. اگر نه چرا خاموش کنه؟ عبدالحیام نیست. حتما همراه پولاد است. چیزی میخوای خواهر؟ پرستار را بخوایم؟ تا چند وقت دیگه گپ زدن نمیتونم اماتی؟ نمیفهمم ماما. بان که بیچاره استراحت کنه. خداوند هیچ کس در این مصیبت گرفتار نکنه. بسیار مشکل است ماماتی. وقتی قسم دان آدم بسته باشه حتی هم خواسته نمیتونی. او هیچ دقیقه دو طفل خودم نشد و خواست که خودکشی کنه. زن بیعقل. توبه توبه. کدام چیزی است که ما نمیفهمیم ماما؟ نسرین خواهر قوی است، این کارا نمیکرد. نمیفهمیم پولاد کجاست. این عبدالحی احمق در کدام گور رفته. نسرین خانم مشکل داشته اما نمیفهمیم که مشکلش چی است. به نظرت با شلیک یک مرمی کل چیز خوب میشه؟ ماماتی بیادر، پولاد بیادر خسر ما قار نشده؟ چی میگی نازد؟ پولاد بیادر که دفتر آمد ما تخمه رو میخوردم، به او خاطر قار نشده باشه. گپای دیوانگی نزن، همراه ما بیا. ماما ما یکون طرف میرم، اینجا منتظر بودن نمیتونم. اگه پیش آقازی ها رفته باشه در زندان خود تلفون نمیمانن. باز میبینه ماما استخوانای عبدالحی مشکنانا چرا تلفون خود خاموش مونده. ای کارا هانلی اینقدر مال و ملک به کی میمانه؟ از مکه هیچ نباشه 3000 برادر زاده دارم. از تو رام خدا برت بانه 2 نواسه داری، یکیشان بچه است. حتما کدام کسی را داره. او با کسه حتی کلی خانه خودم نمیتا زیاد بیاده. تو گاه خانمش دیدی؟ نه خیر. تو؟ بعد ها میگن که با خاک سپردش. شنیدیم که 2 سال پیش مرده اما او هم کار خوب نمیکنه. از کل ما کده ماشالله جوان است. نزدیک بود بچه کارانی را فراموش کنیم. ما تا جایی که تو را مشناسم هیچ کس و هیچ چیزی یادت نمیره. عقل ما هیچ قبول نمیکنه آقازیا که از کاراهانلی انتقام میگیری. بازوام از بچهش 30 سال منتظر ماندیم. بالاخره یک روز و احمق بچه خدا با ما معرفی میکنه. مجبور هستیم که دستوران ببوسیم. کاراهانلی او را جانشین خود خواد ساخت. یعنی قبول کنیم که بچه خدا 30 سال پود کرده؟ ما خب فکر نمیکنم. امکان داره، به خاطر که ما 20 سال دختر بعد خدا پود کردم. صدای چی بود؟ ده خانه سر صدای عجیب است، اما نمیفهمم که صدای چی است.
چراغ روشن کن. میفهمیدی که من به دولت کار میکنم؟ لایتر داری؟ نه. پرسیده بودی که سیگرت داری؟ سیگرت داری؟ لایتر داری؟ تشکر. از تو هم تشکر. همینجا زندگی میکنی؟ هر جایی که کثافات باشه اونجا. خوب است. یک نکته مشترک داریم. پلیس هستی؟ تو؟ کسی که خانه و خانواده داشته باشه پلیس میشه. تو هیچ کس نداری؟ من تنها میگردم، تنها زندگی میکنم، تنها میمرم. گپ معقوله گفتی. نام چیست بیادر؟ عبدالحی. فراری بودم. از همگی فرار کرده. نزدیک بود پلیس مرا دستگیر کنه که تو در مقابله مظاهر شدی. زیادتر کاغذهای و پارک تو جمع نمیکردی. یک زن بود که جمع میکرد و در کلبه‌ای که تو زندگی میکردی از اونا بود. سیگرت مرا با گوگرد درد دادی. پس با چی در میدادم؟ با گوگرد سوریه نه. ما کاملا یادم از کامل از تو چی گفتی. ما تنها میگردم، تنها زندگی میکنم، تنها میمرم. غیر قابل باور است برم. این کارا را جز نفر دولت دیگه کس انجام داده میتونه؟ گوگرد پیدا کرده بودم و گپارم شنیده بودم. کلش همه قدر. و ما از کاکا اصلان پرسیده بودم. نظرت درباره عبدالله چی هست؟ تو باید بگویی که خوب است یا بد. ما به خاطر که تنها است انتخابش کردم. باز میبینیم که بالاخره چی خواهد شد. اون روز کاکا اصلان هیچ چیز نگفت. چند روز که گذشت قسم برم وانمود کرد که فهمیدیم یا نفهمیدیم. ما اولش کم شک کرده بودم و همچنان او موضوع نشان زن سربستانی که بود ما کاملا مطمئن شدم. در جنگل 2 نفر بودیم عبدالحی.
تو و ما. شاید که بعد از یوم همیشه 2 نفر باشیم. بیادر میشه که بگویی از چه وقت از به دولت کار میکنی؟ از وقتی که آقا اصلا نشناختیم. یعنی؟ زیاد وقت است تا امروز. بسوره کی کشته بیادر؟ و همون خاطر اینجا هستیم عبدالحی. او شخصی که میگفت کسی که آخرش فکر کنه قهرمان نمیشه، آخرش فکر کرده بود. با ما یا با ما کدام وصیت نامه مانده؟ کاکا اصلا کی کشت؟ کاکا اصلا چطور کاکای کارهانلی میشه؟ او کدام ثبوت و وصیت مانده؟ وصیت نامه‌اش در کجاست؟ قصه نمی کنی؟ چی را؟ لطفاً با ما تو نگو. چیزی را که ما دیدیم تو هم دیدی. شاید چیزی که ما بودم تو هم بودی. 3 بار حدس زد. شاید اساسیت داشته باشه. رزدش گرفته باشی. نمیفهمم. هر کس حدسا میزنه. بسیار خواستم که بپرسم. میخواستم بگویم همیشه 3 بار حدس میزنی؟ و میخواستم جوابش بشنوم. میگفت که تنها حدس زدم. و بسیار انتظار داشتم که بگوی حدس زدن ما به تو هیچ ربط نداره. با می خاطر زندگیش بخشیدی؟ اگه بله میگفت تمام دنیا را برش میبخشیدم. او کاملا مفکوره ما تغییر داد. پولاد علمدار 3 بار حدس زد. شخصی که از آلمان آمده، خواهرزاده دوران. با ما و خانوادیم چی ارتباط داره؟ اول بسیار عصبانی شدم، اما با کار نرگس کاملا متعجب شدم. بگویی که یک دست نامری کل اینا را اداره میکنه. اصلا قابل باور نیست. هیچ نمیفهم که درباره چی فکر کنم. حالا با صفیه چی میگی؟ هنوز درباره او فکر نکردیم، یا شاید نمیخوایم فکر کنم. در ذهن خود کاکا و چشمای پولاد مقایسه میکنم. حتما باید یک ارتباط باشه. صفیه به یک دکان میره. مشتریای او دکانه صفیه، پولاد، کاکا و صاحب او دکانه پیدا کن. اگر کشتن کاکا را معلوم کرده نتانستیم، ای را معلوم کنیم که اصلا اکبای یعنی بچه استاد عباس کی است باید بفهمیم. قلیج در طول 30 سال چی میکده، چی نمیکده، کدام عملیات را رهبری کده. معلومات و گزارشه هیچ عملیات خدا با ما شریک نمیساخت. آقا دوگو چند نفر داشت، چقدر اونا خوبه، چقدرشان بد هستن هیچ معلوم. تشکیلات محافظت عام لغو شده. فقط سلاح و مهماتی که به تشکیلات داده شده بود گرفته نشده. کارمندان به کدام بخش دیگه انتقال داده نشدن. اما به خاطر که شما در رست بودین کسی صدای خود نکشید. اصلا هیچ تا عملیات را پیش نبرده که ما خبر نداشته باشم. پس به ما بگوین که فهرست کارمندایی که آقا اصلان امرشان کار میکرد در کجا است؟ میگن که اصلان کل افراد خود کشته. تو چی میگی؟ نه خیر آقا، گروهی که با آقا اصلان کار میکرد از طرف استخبارات بسیار کوشش شد که شناخته شود، اما هیچ خود به ما نشان ندادن و اونا عملیات زیاده را انجام دادن. اگر به گروهشان رسیده بتانیم بازی را پیدا کردن میتونیم که از طرفی که کشته شده. کسی را با تشکیلات محافظت عامه انتخاب نکردی؟ انتخاب کردیم. با این گپایتان اعصاب ما خراب کردین. بعد از این تشکیلات از ماست.
آقا دوگو آینده دولت دولتم من هستم، آیندم من هستم و قانونم من هستم جناب. اگه ما با جای کاراهانلی باشم یک روزم قلیچ از زنده نمیمونم. چرا؟ هر روزی که داغ روش میدیدم بچه‌ام به یادم میامد. پس با خاطر زنده نگاش کرده که فراموش نکنه. اگر چهره موتو هم داغ داشته باشه با موتو هم مرگ نیست. گاهی دوباره او طفل از کاراهانلی پرسیدی؟ یک بار قصدش کردم اما نتانستم. چرا؟ میفهمم که درد اولاد چی است. از او خاطر اگه بمیره یک روز گریه میکنی، اگه بره هر روز گریه میکنی. ادامه سریال. حتما عبدالله بسیار دوست داره. تو هم میخوای که به او برسی؟ پژمرده به عقل. کاش که پایم اوگار نمی بودن. جور میشی، فقط یک چند روز منتظر باش. ماما میره میگم ماما این بچه چرا قضا زود گم میشه؟ چقدر خواهش کردم، همه که آمد گفتم مرام ببر، گفت نه. اگه جای خاص نمیرفت حتما میگفت که بیا، ما با هم دوست هستیم ماما. پژمرده لوده، تو هم میخوای کمروی باشی اما تو نیست؟ ما در فکر عبدالله در فکر پولاد بیدرستم. او جوره ندارم ماما. برام بگو چرا دروازه قفل بود؟ تو خز تخت خسته نمیتونی. او دروازه چه قسم قفل شده بود؟ به خاطر که زیاد مهمان رفت و آمد کرد مجبور شد که دروازه را قفل کنه. کی؟ نامش گفته نمیتونم. ببین فردا مادرت میخوایم. چقدر خوب میشه. باز گلمسر خواستگاری میکنم. خاک در گلت گلمسر دیگه کی است؟ خانومی که برم آهنگ خوان ماما. ما عاشق شدیم. حسرت جن شده و سلام بسم الله. بعد 12 چند دقیقه مونده ماما. احمق. اینجا نیست. گفت که میایم اما نه آمد و نه تلفن جواب داد. درست است. میبخشین مزاحم شدم. بیادر به ما واضح بگو داشت فخانه کنم گپ دگاب شد یا فقط به خاطر تلفن ایلف برآمد؟ گفت کاکا اصلان مرده از اونجا رفت. او خود کاکایش نمیشد. میخواست که پیش ما بیایه. او بچه محافظ ما، او از خودگیای ما است. به نظر ما شب بخیر. ماموتی اگه کدام گپ شد برم زنگ میزنی؟ بیادرم باز براتان زنگ میزنم. چی کنیم خانم وکیل؟ او پاکت از عمر بابا دزدی کنیم؟ زیاد میخوایم که بفهمم. اگه پای عمر بابا داخل نمی بود 2 دقیقه و پاکت میگرفتم. باز حالو از امانت و خیانت و 5000 چیز دیگه بس میکنم. او در خانه کاراهانلی چی میکرد؟ نمیفهم آقا. چند ساعت قبل از سویقست از خانه کاراهانلی برآمده. همراه کاراهانلی همیشه میدی؟ نه خیر آقا، یگانه معلومات دست مامی است. از یک سای استفاده کرده میتونیم آقا. با کدام مقصد؟ به مقصدی که کاراهانلی با دولت بسیار یک رابطه مستحکم داره. محمد کاراهانلی باعث یگانه مجرمی یاد سر شناخته میشه سلیم. اصلا نکبای کاراهانلی کشته. در این باره دولت ما تحقیق میکنه و ما مونارا کمک میکنیم. سلیم با زودترین فرصت میخوایم شورای خود ببینم. گفته بودین که پولاد علمدار هنوز رئیس نداره. هنوز ضرورت هم نداره. صبر میکنیم، منتظر میباشیم و میبینیم.
برای چی میگی؟ نمیفهمم. چی بگویم؟ خوش میشه که بفهمم مادرش زنده است. مادرش زنده است کلیج. حداقل اینقدر خوب باید بفهمم که مادرش زنده است. اگه صدای نرگسه نمیشنید هیچ چیزی نمیگفتم. اگه تو بود صفیه را نمیموندی که اینجا زندگی کنه. کاملا گیج شدیم قلیج. درباره برادرش برای چی بگوییم رئیس؟ او را باید مادرش بگوید. اگه تو جای او میبودی وصیت‌نامه را در کجا میموندی؟ ما وصیت نمیموندم. در زندگی هیچ کدام راز نداری که یک دو خط نوشته کنی؟ تمام زندگیم راز است. تو را از کجا پیدا کردن؟ از یتیم خانه وان. خب چه قسم؟ چند نفر از مکتب شهر آمدن، گفتن بعد شاگردای لایق میپولیم. ما را که انتخاب کردن بسیار متعجب شدم. نتایج امتحاناتم خوب نبود. یک ولگرده بودم که با غولک پرنده ها را میزدم. خود اگر کلش یک بهانه بود عبدالحی. وقت داخل مکتب شدم فهمیدم. اول پیش در پیش درسای تاریخ، آمادگی های خاص ورزشی. به یک نقطه رسیده بودم که خود رنگ داده میرفتم که به وطن چی کار کنم. نگم استاد تاریخ مسئولی همه بوده. بعدن؟ یک قوطی دوا دادن، گفتن کلش بخور. ما هم خوردم. شب از مکتب به شفاخانه بردنم. وقت چشمای خدا باز کردم شخص دیگه خدا پیدا کردم. این چه قسم کار است؟ با تذکره سابقه می ضرورت نداشتن. در ایران، سوریه و در کمپای سوریه زندگی کردم. بعدا در عراق شمالی در قبیله عمر جا به جا شدم بیادر. آی عبدالحی جاسوس. آقا اصلا تو را چی وقت خواست؟ همون روز که خواست ما در پیش رویش بودم. گفت مسئولیت جدید ای است که از پدر مافیا محافظت کنی. بیادر چرا نگفت که تو هم نفر ماستی؟ او راز را که دو نفر بفهمه راز نیست. در کجا پنهانش کردی آقا اصلا؟ ادامه سریال. شما می یکم فکر کنین عمر بابا. درست است که شما احساس امانتداری دارین، اما ما هم دوباره فکر کرده به تشویش هستیم. موضوع شما با امانت چی رابطه داره دخترم؟ کاش که براتون نمیگفتم. عمر بابا، کاکا اصلان کی است؟ نزدیکترین دوست علی. در روزنامه عکس علی چاپ میشه و هم عکسی که هیچ ندیده بودین. بعدن کاکا اصلان قربانی یک سوی قصد میشه و به شما یک پاکت روان کرده. شاید که در داخلش یک خبر مهم درباره علی باشه. چی بوده میتونه دخترم؟ نمیفهم نظیفه مادر. شاید علی زنده باشه. من دیگه تحمل کرده نمیتونم. بچیم برای خانه ببر. مادر نمیشه یک شب خواب نکنین؟ گپ مادر قبول کردم. شما برین. شب بخیر آقا عمر. من شما را همراهی میکنم. خداحافظ مادر. شبتون بخیر دخترم. جانان دخترم، تو چرا هیچ گپ نمیزنی؟ فکر میکنم عمر بابا.
اگه در دست ما یک دوسیه باشه چی میکنیم جانان؟ یک کسی که خودش کتاب فروش یا نویسنده یا هر چیزی که باشه تمام عمر خدا تنها سپری کرده یک جوان کمک میکنه و کشته میشه که او جوانم بعض عکسای ناشناخته داره. در دوسیه ای دو عنصر با هم یک جا میشه یا نمیشه؟ یک جا میشه. پس یک پدر مافیام این خبره که مشنوه دفعتاً گم میشه. اگه پافشاری کنی وام یک جا میشه. پس ای پاکت که است ایلف متاسفانه تو کاملا تغییر کردی. چطور یعنی؟ از وقتی که آمدیم یک بارم نگفتی که چطور استی و چی کردی. همیشه درباره خود یک راز میپالی. این یک راز. ما دو جنایت یک جا ساختیم. رفتم به دادستان کل چیز گفتم. تو دیوانه شدی؟ بله دیوانه شدیم. تو یگانه کسی نیستی که زندگیت غیر عادی سیلف. آقاتون جای و آبودین هم در زندان هستن. به احتمال زیاد دادگاه حکم دستگیری مرام صادر میکنه ایلف. 90% امکان داره زندانی شوم. میفهمی که دیگه که دی دوسیه شریک است؟ پولاد علمدار اینه تو بگی حال کل چیز یک جای بساز. چرا که من دیگه در زندگی تو نیستم. معذرت میخوایم. آبدین همیشه میگفتی که دوستای ما در امنیت اتو رسن. چرا نمیشه که در یک هتل 5 ستاره تمام دوستا بره ما با هم یک جای باشه؟ از اونجا فرار کردن نمیتونه. موضوع فرار کردن نیست لالا. اگر لازم شود از اینجا فرار میکنیم. باز وقت بیگناهی خدا چطور ثابت کنیم؟ تو نمیفهمی بچم، اینجا بسیار کثیف است. آشیانه میکروب است. پس دوستای ما چه کنن لالا؟ هر روز با اون میکروبا مصروف هستن. یک نفر بیار، یک نفر ببر. ما از میکروبایی که دیدن همیشه بحث میکنم. ما بودیم بوتای تبا پوش. پایایت بسیار بوی میته. پایایم شاریده لالا. بوت پوشیده نمیتونم. گپای دیوانگی نزن آبدین. بپوش. خیر است که شاریده. میکروبای 50,000 ساله ده اینجاست. خوب شد بخیر گذشت. اصلا نمیخوایم دستای شما را کثیف بسازم. اینجا پر از میکروب است. چطور هستین؟ کدوم چیزی کار ندارین؟ چی بگویم دیگه؟ دوستای ما که در امنیت هستن تا جایی که از دستشان بیای کمک ما میکنن، اما امکانات محدود است. اینجا آمدیم بگویم که فردا به یک شکل از اینجا آزاد میشین و به خاطر ملاقات پیش کارآهالی محترم تشریف میبرین. باعث افتخار ماست جانم. وقتی که خودت به شورا دعوت شدی باز و احمد زیاد خوش شدم. برادری ما را با قدرت یک برادری دیگر قدرتمندتر ساختیم. استغفرالله محترم، ما بسیار خوش هستم. ساموئل جانم، از اشتراک در ما خود کدام چیزی نمیگیرن جانم. به خاطر پرسیدم که اگر میگیرن ما آماده باشم. نمیخوایم که رسوا شوم جانم. با بهترین لباس های خود میایم. برادریان بدل داره؟ کارهانلی همیشه ما را سرمایه دار ساخته. جانم، یک شخص مثل داود پیغمبر است. در جایی که دست بزنه اونجا آباد میشه. خوب است که اون نجمی وحشی دیگر نیست. برادر با برادر در یک محیط آزاد کلگی نظر خدا میگه. این بزرگترین ثروت است. بزرگترین ثروت. شناخت جانم. بسیار روزای سخت و تاریک منتظر ما است. نمیخوایم که خدا فریب بتو. این همه چرا سر اولاد اسحاق می آید؟ ای خدا، هر قدر پیسه که داشتم از خاطر این از پیشم رفت. نمیفهمم چقدر مصرف کنیم که کلی چیز خوب شود.
چای سبز بنوشی. عراق شمالی را مثل کوچه خانه ما بلد هستم. ای که در زیر کدام سنگ تروریست است، از کجا حمله میکنن، در کدام موسم عملیات انجام میتن و از سرحد سوریه چه قسم رفت آمد میکنن، کل چیزه. چند نفر بودین؟ از تشکیلات یک نفر. نفهمیدم چطور یک نفر؟ به خاطر که هم کردی را میفهمیدم و هم عربی را یاد داشتم. یکی یک روز دادم مفتی نمید. در اونجا هر کس مربوط یکی است. اگه قبیله با دولت مخالف میشد شاید خطر می بود، اما جای محفوظ بود. اصلا به اینجا ترسیدم. چرا؟ از تو بسیار دقیق هستی، بسیار کم گپ میزنی، اصلا هیچ نشان نمیدی که چی فکر میکنی. من دوست دارم همیشه مرموز باشم. پس از این بعد با کی تماس داشته باشیم؟ چیزی را که میپولیم اگه پیدا کرد نتانیم هیچ کار کردن نمیتونیم. اگه به عراق شمالی بریم؟ بیادر موساد در اونجا اجازه نمیده که نفس بکشیم. نه که اینجا خوب نفس راحت میکشیم. اگه نباشه؟ چیزی به نام نباشه نمیشناسم عبدالحی. میگم که گپ بزنیم اما از پیش تو برآمده باز پیش من نمیایه؟ وضعیت صفیه خوب نیست. درباره ما فقط سه گپ میفهمم که دوتای وام دروغ است. چه قسم برش میگفتم که مادرش مریض است؟ میخواه به او ضرر برسانه. من مجبور شدم او را جدا کنم. جدایی او با نرگس خانم هیچ رابطه نداره. واقعیت بگویم قلیج، یک اولادم از دست دادیم. میترسم که دیگه ایشام از دست نتام. حالا به خاطر گپ زدن در این باره بسیار دیر نیست. بیاز و صفیه سوالایی را که من نپرسیده میپرسه. در کجا اشتباه میکنم؟ شماره مورد نظر شما خاموش می باشد. لطفاً بعداً با تماس شوید. انتظار دارم که چی بشنوم؟ علی در فلان جای است. معلوم نیست که کاکاسلانه کی کشته. ما هم حالا در اینجا هستم. اگه علی زنده باشه طرفش سل کردن نمیتونم. غیر ممکن است که کدام وصیت نما نمانده باشه. بیا در کل جای دیدیم. نظر به که پیدا نکردیم ندیدیم. با خاطر قهرمان شدن آخرش فکر نکردی. امیدوار هستم که آخر کار ما را فکر کرده باشی. حتما باید حد زده باشی که من به این خانه میایم. یا شاید که مرگ خود فکر نکرده باشه. پشت سرش درست دیدیم؟ دوبار من و یک بارم تو بیادر. گفته بود که قلمم شکستانده شده. چرا فکرش نکرده باشه؟ توی خانه را چطور بلد بودی؟ بیادر یک بار تعقیبش کرده بودم.
یعنی که متوجه نشده فراموش کرده که ثبوتی هم نمانه. کاملا مطمئن هستم باید هم اینجا باشه. اگه ما بودم در کجا میموندم؟ در یک جای مخفی میموندمش و به خاطر پیدا کردنش یک نشانی میموندم. ما اصلا 2 نفر نه 1 نفر هستیم. ساعت چند است عبدالحی؟ 10 دقیقه به 11 مونده. ساعت استاد است. کسی که نظر به زمان حرکت کنه ساعتش متوقف نمیشه. شش قدم پشت سر. نو قدم طرف چپ. عبدالحی در اینجاست. شما پشت سر بریم. چند نفر هم اینجا باشه. بریم بچه ها. مواظب باشین بچه ها. یک قدم اینجا را بررسی کردم. یک صدام نبر آمد. بیادر پولیس ها. مهم نیست.